سلام عزیزم. سلام به شما. خسته نباشید. جانم خواهش میکنم. باش. شما مسئول استعدادیابی هستین؟ بله عزیزم. منو بیابید اگه میشه. خب باشه حتما. چی شد که مؤسسه ما رو انتخاب کردی؟ من تو خونه نشسته بودم ژاپنی میشکستم. بعد مامان اومد یهو گفت پاشو برو یه چیزی بشو. منم اومدم اینجا خدمت شما که یه چیزی بشم. بله. دقیقاً میخوای چه چیزی بشی؟ به نام خدا خواننده. خب چرا خوانندگی رو انتخاب کردی؟ خوبه دیگه، معروف میشم. بعد مردم منو با انگشت نشون میدن به هم دیگه، میگن این خواننده است. بلیط‌های کنسرت هم برام رایگان در میاد. بعد فکر میکنی شرایطش رو داری؟ بله کاملا. من چند تا پسرخاله و دخترخاله دارم، اینا میان پشت سرم وول میخورن. یه پیرن سفیدم دارم بنجوق دوزی شده است، اینو هر وقت میپوشم همه باهاش حال میکنم. موهام هم میتونم سیخ کنم. خیلی خوب. خب اینایی که گفتی که کافی نیست، دیگه چی؟ نه من به ابروام دست نمیزنم، ببخشید شرمنده نمیزنم. مردی گفت. صدا چی؟ صدا داری؟ صدا بله، با تشکر از شما. من یه 3-4 تا صدا دارم. یه صدای پروپیمون دارم که با رفقا حرف میزنم. یه صدای شیک و مجلسی دارم که باهاش میرم مهمونی. بعد یه صدای محزون هم دارم خیلی شله، با اون با خانوما حرف میزنم. بعد تو دستگاه میخونی؟ نه من تو ماشین میخونم. بعضی شما نباشه تو همون میخونم. خیلی خوب عزیزم. شما با نوت آشنایی داری؟ نه نمیشناسمشون، ببخشید. گام میدونی چیه؟ گام اون که بر میدارن؟ نه. اون که بر نمیدارن؟ ضرب چی؟ ریتم، تمپو. وای خیلی زیاد. من اینا رو اگه میدونستم که نمیمدم پیش شما که میرفتم، خودم میرفتم. خب میخوای یه کوچولو برامون بخونی؟ بله با تشکر از شما و حضار عزیز. امشب شبشه لیپک لیلی لونه. یه سبک دیگه هم میتونی بخونی؟ بله یه سبک دیگه. امشب که گذشت فردا رو بچسب. الان خوندی؟ بله یه سبک دیگه بود. چیز دیگه ای هم میخوای ولش کن؟ نه یه سبک دیگه هم دارم، اون خیلی بورسه الان. بگو عزیز. حتما خوشتون میاد. بگو عزیز. اینجا تهرونه، یعنی شهری که. بله. خب میخوای برگردیم برین تخمه ها رو بشکنین منزل؟ اگه اجازه بدین یه سبک دیگه هم دارم، اونم بخونم. اون خیلی به مادر خیلی سلام برسون. اگه پس راسته که میگن همه جا پارتی بازی ها، شما آشنای خود. درم ببند. چشم درم میبنده، فقط اگه اجازه بدین یه فرصت دیگه به من بدین بیام خیلی خوشحال میشم. باشه حالا توی فرصتی هماهنگ میکنم بیای، تو لیست مینویسیم بیای. باشه قربونت.